رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد حمد به الله و درود بر رسول السلام علیکم جماعت المسلمین صاحبان ایمان و سامعان کرام. امروز که همه شما را برادرای مهمان این جیانی ما که به تشویش آورده است، نه جیان بلکه فرزند که ای همسری من شیر نوشیدگی برای من فرزند رضاعی می شود، خداوند رحمت و مغفرتش کنه و شما را به هر یک قدمی که به اینجا برداشته و آمده الله بزرگ همون دو قراتین نصیب شما بکنه که یک قرات ثواب برابر کوه احد است، دو قرات ثواب برابر دو کوه احد است. خداوند همون ثواب نصیب شما کنه که به خاطر برادری از راههای دور رنج کشیده و برای جنازه این شهید بچه آمده. موافق حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کدام انسانی که در غریبی جان به جانان بدهد الله بزرگ او را مرتبه شهیدیش میدهد. ولی امروز خیلی انسان ها هستند که میگه این پدر ندید، مادر ندید، همسر ندید، خواهر ندید. الله بزرگ میگه فضیلت شهدا را چقدر بلند کرده است. وقتی که در غریبی جان به جانان میدهند موافق مادرش و پدرش و همسرش و فرزندش ملائکه ها به عیادتش میآیند، میگه من مادر عزیزی تو هم نوازش میکنم تا که این شهید از دنیا ناراض از پروردگار به آخرت نرود. الله بزرگ این قدرت داره. مراد ای که این فرزند به امید نفقه حلال برای زن فرزند مادر عزم سفر به سوی روسیه کرد تا که ای نفقه حلال کار کنه و بیاید خونه کنه و اهل عیالش نفقه بدهد. این کار کردن هم برای انسان عبادت است. کسی که کار میکنه به دستکاش نان میآورد میخوره الله بزرگ از او راضی است. صحابه ای بود که ای روی کار کردن دستکاش کفیده بدن. وقتی که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست به دست زیارت کرد، حضرت رسول اکرم گفت دستکات برای چی کفیدن؟ گفت که ای رسول خدا برای نفقه اهل عیالم کار میکنم. رسول الله دستاش بوسه کرد. خوشا به حال اون جوانایی که ای راه حلال اهل عیال نفقه میتین. نفقه دادن به اهل عیال بهترین صدقه های، بهترین صدقه اول برای اهل عیال های. انا همین شهید بچه که میبینه با این خاطر عزم سفر کرده رفت. ای سین 5 سالگیش ای پدر جدا شید، در بدر شید، در دری خونه ما و در دری خونه یزنه و در دری خونه پیاندر و در دری خونه تقایی و در هر جا به گردن کج کلان شید. کسی که اگر گردن کج دیده باشه قدر این گرد کجا را میفهمه. این پدر و مادر برای فرزند یک نعمتی بسیار بزرگه. وقتی که پدر از مسجد یا از بازار به خانه می آید مادرش میگه که فرزندت کسله، الکی در جیگرش یک تیر میزنند که این فرزند علاج چی کنم، ای پی دارو و دواش می شود. وقتی این کسل میشید می اومد مادرش هم گرده کج بود، دریا نمیشید، اکر یا همسری دیگر یا یزنه را یا دیگر کسا چکار کنه برای فرزندی ما دارو و دوا بیاره. این چیزا گفتن نمیتو زبانش میسوخت. برای چی؟ من در این خونه نون خورده ایستم، فرزندم نون خورده ایست با من چخیل یا قصه دارو و دوا کنم، همونجا همون انسان خاکش باد میشود. با این خاطر پدر و مادر برای ما و شما جنتانند که رسول اکرم میگه رضا الله رضا الوالده. کسی بخواه الله بزرگ راضی کنه اول پدر و مادر خودش راضی کنه. این از شفقت پدر دور بود، از شفقت مادرم گاه گاه دور بود. به گردکجی کلون شد، نو خونه کرداد، همسر اختیار کرداد. خداوند پسر بچه به نام انس عطاش کرد. اون فرزند نتونست که یک بار بو بکشه، فقط با تلفن دید.
در تلفن به سوی مادر صدا کرد که ای مادر جان، میخواهم که بیام یک خونم آباد کنم، همسرم بگیرم داخل آن خانه شما یک بار نفسی آزاد بگیرم. که این قدر گرده حقیقتی من یک بار نفسی آزاد گرفتن نتونستم. تمام وجودش مصیبته، تمام وجودش درد غمه. ای روزی که والله قسم به خدا من صدای مرگ این را شنیدم شوخو نیستم. برای این گریه میکنم، برای عذاب باشه گرده کجیاش. این را فرزند زنده جدا میگن. ای صغیرنده این سختره بدتره. وقتی که انسان گرده کچید او خار و ذلیل و حقیر میشود. وقتی که در خونه یزده میدرایه، در خونه تقا میدرایه، اول چهره همون ها را نگاه میده که بر اون تبسم دارن یا نه. بیچاره ایدر میدرایه، اگر چند غمگین هم باشه به خاطر اونها دهن گیز میکنه که بر اون بخندن. همین حالت ها را از سر گذرونده است. الله بزرگ امروز اینا در سن 28 سالگی که 95 تولد داره، دارای یک فرزنده که 1.5 ساله های، الله بزرگ از قید حیات بردش. موافق حدیث رسول اکرم در غریبی مردن حکم شهیدی های. شاید که الله بزرگ این را دوست داشته و این خاطر این را چیکار کرد؟ قبض روحش کرد. الان خطیب‌ها در بالای منبر گفتن که این خود این مرگ جوان برای جوانها یک هشیار دهنده است، یک تکان دهنده است. هیچ کس مغرور به جوانیش نشود. انمی جگیت هم جوان بود، ولی آرزوهای طولانی از پیش داشت، اما مرگ این را نگذاشته است. اجل گرگ است به رحم و درنده، ندارد او رحم با خوب و گنده. یکی را وقتی بیماری رباید، دیگر را میبرد در وقت خنده. اگر مرگ رحم میداشت به این رحم میکرد، به تفلکی این رحم میکرد، به گردن کج این رحم میکرد. اما مرگ مخلوقی هست که به یگان کس رحم ندارد. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسمی است رسمی آدمیزاد که جانش میرود باور ندارد. ما و شما این را تیخا کرده ایستیم، ولی در دل ای جبریم ای تکنیم او تکنیم، این در اسیه مرده است، ولی ما نمیبریم. یک تمام آمادگی مردن نداریم. حضرت عمر که امیر المومنین مسلمان ها بود، وقتی که تابوت هم می آوردن میموندن زار زار میگریست. صحابه ها میگفتن ای امیر المومنین برای چی میگری؟ گفت روز جنازه عمر اینجا میگذارن، عمر هم از قید حیات برفت. نه که ما و شما هم این روز و فردا خوتی لایموتی اون ملک الموت میشیم. کل نفس ذائقة الموت. الله بزرگ میگه چی جنبنده ای که در روی زمین می جنبه اون چشنده مرگ است، مرگ میچشه. این شه بچه جان به جانان داد، جون خلاص کرد. نه که وای بر حال ما و شما که چخیل میبریم، ولی مردن ای پیش ای یک پا حقت رگ میکشه، نمیدونی ای جوگه خواه چخیل بخیزی. که حضرت عزرائیل از قلب ای تمام رگ ها جون میکشه. حضرت علی گفت که همون مرگی که با یک پوف جان میبرایه، اذیت دردش ای زخم 600 شمشیر بدتر و بالاتره. او قدر اذیت داره. برای همین سکرات الموت میگن سختی های مرگ. انا ای جگید بچه را دعا میکنیم پروردگار رحمت و مغفرت کنه و بستگانشه علال خصوص من خداوند صبری جمیل بتیه. والله این شب وقتی که مادرش اکمو خبر کرد که فرزندت ای قید حیات گذشت، دیلم دم کرد، گفتم میکفه میبرایا. آفرین بر اون مادرهایی که اینها را پیستان میتین، غزدی و غجدی میشوند، با مرای 18 میرسونند، ای قید حیات میروند نمیبرند. صد آفرین. این قدر مصیبتی سخته برادرها. خداوند رحمت مغفرتش کنه، جایگاهش جایگاه از روضه های جنت بگردونه. بستگانش گفتیم صبری جمیل بتیه. این شخصایی که با این جره قدم رنجه کردن و اومدن، پروردگار عالم همون قراتین نصیبشون کنه. اون مهمانایی که ای راه دور نزدیک آمدن، اونها خوش آمدن، صدقه قدماشو خداوند فرزنداش و هدایت کنه.
هر یک کامی که برداشتن در اون کامشو خداوند اجر پاداش رو بتیه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ماه مبارک رمضان بود که حضرت عثمان ذی‌نورین گفت که یا رسول خدا امشب خانه ما تشریف فرماشه، در خانه ما افطار منیم. حضرت رسول الله و 70 صحابه که اهل صفه بودن، نه خانه داشتن، نه در داشتن، نه کاشانه داشتن، هیچی نداشتن. خانه حضرت عثمان آمدن افطار کردن و گشتن به مسجد رفتن. حضرت عثمان قدمهاش حساب کرد، از مسجد تا خانه را 300 قدم شد. در هر یک قدمش یک غلام آزاد کرد که یک غلام قدر قیمتش برابر یک گاوپیش بزرگ است. حضرت علی وقتی این حالت دید گریسته گریسته به پیش حضرت فاطمه را آمد. حضرت فاطمه گو ای علی شیر خدا برای چی گریه میکنی؟ گو یک دماد عثمان یک دمان علی. عثمان امشب همین کار انجام داد، من از برای اسریم نانی ندارم که افطار کنم و روزه بگیرم. حضرت فاطمه گفت ای علی مردانه باش، این کمبغلی فخری بابای منه، تو میخواهی کمبغلی من آشکار کنی، تو هم دعوت که پیغمبر ای بگهی بیاید. حضرت علی حیرون شد. وقتی که بگه شد گفت ای رسول خدا جای ما تشریف فرماشه. حضرت رسول الله یک نگه که تبسم کرد. صحابه ها را قطعی اهل صفه گفت برون بیار شو، اونها را آورد. وقتی به قریبی حجره را اومدن گفت ای خاتون قیامت این حجره تنگی نمیبره اینها را. گفت اول بگو بابام قدم رنجه کنه. وقتی که حضرت رسول الله داخل شد با معجزه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حجره وسیع شد، همش بود. حضرت علی در فکر یکی من چی میبرم به پیش اینها را. آمد که حضرت فاطمه در سج ردا کشیده که پیش الله گریه داره که ای پروردگار تو من در پیش این شوهر شرمنده نکنی. بود که از جنت طعام اومدن گرفت، همه طعام ها را به پیش صحابه ها را بردن خوردن و اونها خیستن به مسجد رفتن. حضرت جبرائیل به نزد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد گفت که در هر یک قدم تو عثمان یک غلام آزاد کرد، ما در هر یک قدمی که تو ای خونه علی تا اینجا را برداشتی 70,000 امتی ای ترا ای آتش جهنم نجات میدیم. این مرتبه پیغمبر ما بود، مرتبه صحابه ها بود، مرتبه فقیری بود. این جوان به خاطر نفقه رفتاد فقیر بود، شهید شده است. بازم دعا میکنیم پروردگار که روز قیامت ما و شما را این شفاعت کنه و شفیع شما. علل خصوص من میگم که من به این پدرم روز قیامت اگر جنت بروه من در جنت نبینه، به سوی خدا دعوا کنه که تقای من در کجا هست. اون تقای من که ترا به یاد مردم میداخت که الله میگفتن اشک میریختن گریه میکردن، تقای من در کجا هست. من ایم قدر خواهش دارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. شامده برادرها، شامده.